لا إله إلا الله. تليفون بسم الله مصور الرحمن ايده. الرحيم. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аз ҳамаи шумо хоҳиш наворо то охир тамошо кунед, баъдан ба ёро дӯстони худ бирасонед ва барои дигарон ҳам дидан саҳми худро гузоред. Яъне ба канали мо меҳмон кушидед, подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. Лайки шумо танҳо кӯмак мекунад то видеоҳои моро дигарон ҳам бибинаду халос. Бар мо аз лайки шумо ягон фоидаи дигаре нест. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ки моро хуб дарк мекунед. خب نوارو تماشا میکنیم، بعداً اوید این موضوع کمی هم باشد صحبت خواهیم کرد انشاءالله. خدا. لا إله إلا الله. تليفون بسم الله مصور الرحمن ايده. الرحيم. دوستان عزیز، شما در اینجا در این نواری ما صدای زن تاجیک را شنیدید، صدای زن ازبک و قرغیز را شنیدید. همچنین رید برای زنهای مهاجر هم آغاز شده بود. خب یک خبری بعدی رو هم تماشا میکنیم. جوانی رو که شما در روی اکران میبینید، این جوان 20 ساله شهروند تاجیکستان یک زن ایروس را لطکوب میکند. Ему вчера судья деда. На его, посмотри. Она бегает, она спортсменка. Девушка, мог و پس از این را دستگیر کردن سببش را میپرسد که برای چی این زن را لطکوب کردی؟ میگوید لباسش برایم ناراحت بود، یعنی که من از لباس پوشیده او شرم کردم و برای همین لطکوبش کردم. لباسش چگونه بود؟ میگوید وقتی از راه میگذاشتم ناگهان دیدم که لباس داشت از زانو بالا بود، شورتی یعنی ناف و دیگر عضوهای بدنش نمایان بود، دیگر طاقت کردن نتوانستم. میگوید وقتی این نوار در سامانه‌های اجتماعی نشر میگردد ضد مهاجران مهنتی یعنی که تاجیک و ازبک و قرغیز باز چیکار میکند؟ رید آغاز میشود. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که یک زن روس، یک زن بیگناه را همچون سپورتسمنکا بوده است، آن همه زن را لطکوب میکند. آخر زنهای روس همه خیلی هستند. وقتی که ما نظر به سپورتسمنکایی که در قد کوچه ها میدوند، مشق میکنند، تمرین میکنند دیگر و دیگر، آنها نیز چنین لباس دارد. برای چی؟ خودنمایی است. از پشت علمخیل انسان ها دیگر زنها باور کنید در عذاب هستند، دیگر مردم در عذاب هستند. بعدا آنها نسبت ما یگان کار کند ما خوب و آنها بد می شود. بله آنها همه وقت بد هستند، ما آنها را تعریف نمی کنیم، اما در بعضی حالت بعضی کارهایی که از ما می گذرد باور دیگر آنها نمی توانند طاقت کرده. اگر آنها همین کار را نسبت ما کند ما یک روز آنها را آرام نمی مانیم اگر در دولت ما باشد. یکی افسوس بعضی از کارهای ما عیناً جوانها، بعضی از کارهای جوانها از پشت یک دو نفری که از عقل کم تربیت یافتگی هستند دیگر مردم بیگناه مهاجر را چیکار میکند؟ آزار میدهد. انا بعد میگن مهاجران فلان شد، بیمدان شد. از پشت همه خیلی انسان ها